سلام به همه شما عزیزان، به کانال بدان و آگاه باش خوش اومدید. جایی که قراره با حقایق شگفت‌انگیز و دانستنی‌های عجیب ذهنتون رو به چالش بکشیم. امروز با یه موجود عجیب و یه مکان باور نکردنی اومدیم که حسابی شما رو شگفت زده میکنه. پس تا آخر همراهمون باشید. پاندای دریایی. تا حالا چیزی درباره اسکلت پاندای دریایی شنیدید؟ این موجود دریایی عجیب که توی آبهای ژاپن زندگی میکنه انگار یه پاندای شفاف با استخوان‌های نمایانه. بدنش مثل یک کیسه کوچیک پر از کریستال‌های استخوانی سفید و سیاهه که از دور شبیه صورت پانداست، ولی داخلش پر از رولبک‌های سبزه که بهش اکسیژن میدن. جالبه که این موجود دریایی که فقط چند سانتی متره میتونه خودش رو به سنگ‌های کف دریا بچسبونه و از جریان آب تغذیه کنه بدون اینکه حرکت کنه. دانشمندا میگن این یکی از عجیب‌ترین کشف‌های دریایی اخیر بوده و ممکنه کلید تحقیق درباره مواد معدنی زیستی باشه. فکرشو بکنید، یه پاندای دریایی که استخوناش رو میبینید. گیزرفلای. حالا بیایید بریم به گیزرفلای در نوادا. در نوادا یه فواره رنگیه که انگار از دل بیابان بیرون زده. این گیزر عظیم با ارتفاع 6 فوتی آب داغ رو با رنگ‌های زندگی سبز و قرمز و آبی به هوا پرتاب میکنه. به خاطر مواد معدنی و جلبک‌های خاصیه که توی آب جمع شدن. جالبه که این مکان کاملا تصادفی به وجود اومده. وقتی سالها پیش یه چاه افاری گاز رو سوراخ کردن و گازهای زیرزمینی باعث ایجاد این فواره دائمی شدن. اطرافش پر از صخره‌های سنگی و بیابان خشکه که تضاد عجیبی با رنگ‌های درخشانه گیزر درست میکنه. گردشگرها از دور میتونن ببیننش چون خصوصیه، ولی منظرش مثل یه نقاشی زنده است. باور میکنید بیابان همچین شگفتی پنهانی داشته باشه؟ خب چطور بود؟ اگه از این موجود و مکان عجیب خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک کنید. کانال بدان و آگاه باش رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو فعال کنید تا هیچ ویدیو شگفت انگیزی رو از دست ندید. توی کامنت ها بهمون بگید دوست دارید بعدی درباره چی باشه. تا ویدیو بعدی مراقب خودتون باشید.